یکنی مگی می واجهان هم خاموشند. مروچی اگر این ظلم غزه دوگا بیتی، اگر این ظلم چچن و بوسنیای دوگا بیتی، اگر این ظلم کشمیر دوگا بیتی، اگر این ظلم حتی پنجابیانی بسانی سرا هم بیتی، چه هر کندی یا یک مفتی فتوا و یک واجهی غاز و آواز چست بیتگد، اما پی بی کس و بی وسان هیچ کسی فریاد چست نبید. می واجهان رئیس حزب جمعیت علمای پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، علمای کبار پاکستان، من خطاب به شما گوشم منی عزیز و واجهان. مروچی اگر چه کشمیرا، مروچی اگر چه میانمارا یک گوهاری پریاد چست ببید، شما آتوارا اش کنید، اما می مات و گوهارانی، می بلوچی مات و گوهارانی آوازانی مظلومیت آواز اشکنه که باره شما گوشان کرند. شما دنیای آکنده اسرائیل ظلمانا گندید، اما وقتی باد چیرا حجاج زمانه، صفاک زمانه، پاکستان پلیتیم فوج ظلمانا شما نگندید.